خدمت یکایی که بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگانی که وقت خودشونو در اختیار ما قرار میدن تا از منبع نبوی از کلام نور آیات و احادیث را بیان کنیم تا به علم همه ما اضافه بشه و زندگی ما سرشار از نور خدا گردد. امیدوارم که در برنامه هایی که از این شبکه تقدیم همه میشه مستفیض بشین و همچنین برنامه منهاج السنه، برنامه‌ای که در رد علامه حلی، رد کتاب منهاج الکرامه علامه حلی، تألیف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه است. با قسمت دیگر از برنامه‌های منهاج السنه در خدمت شما عزیزان هستیم با کارشناسی استاد گرانقدر جناب شیخ عبدالقدوس دهقان. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب استاد، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من در آغاز این برنامه همچنین خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و همچنین شما جناب آقای طاهری انشاءالله خواهم بود. ممنون، سپاس جناب استاد. همونطور که در برنامه قبل در رابطه اشاره شد با ابو جعفر و همچنین پدر بزرگوارشون اشاره شد و ادعاهایی که علامه حلی آورده بود و ادعاهای باطل و پوچی که آورده بود و شیخ الاسلام ابن تیمیه جواب داده بود به اونها پرداختیم و در این مورد رسیدیم در این برنامه به جعفر ابن محمد، جعفر صادق رحمه الله که از دیدگاه اهل سنت دارای مقام و منزلت والایی هستند و نور چشم همه اهل سنت هستند و شیعه مذهبش رو به ایشون نسبت میده، به تعبیر خودش فقه جعفریه میگن، چون که به جعفر ابن محمد یا جعفر صادق رحمه الله برمیگرده و موضوع امروز ما در رابطه با ایشان هست و همچنین اگر وقت شد به امام بعدی. ادعایی که علامه حلی در کتاب منهاج الکرامش بر امامت ایشون آورده و ادعایی که حالا تا چند اندازه صحت داره باید اونها بپردازیم چیست که علامه حلی در کتابش آورده و ابن تیمیه رحمه الله به اونها جواب داده. اون ادعاهایی که علامه حلی آورده که یکی از اونها شاید مثلا مثل همون قبلی باشه که 1000 رکعت در هر شب میخوند و امثال اینها. بفرمایید جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمندی که در جلسات گذشته این مباحث را دنبال کردند بر این نکته واقف هستند که مباحث ما در پی ادعاهایی هست که علامه حلی در کتاب خودش منهاج الکرامه مطرح کرده برای اثبات امامت ائمه اثنا عشر به صورت کلی و علی الخصوص اثبات امامت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم. و در مورد هر یکی از ائمه وقتی که اونها رو معرفی میکند یک سری ادعاهایی دارد در این کتاب که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه با واقع بینی و بدون افراط و تفریط و بدون بغض و حب بلکه با اعتدال این مباحث را دنبال میکند و آن چیزی را که حق و حقیقت هست میپذیرد و احیانا بیشتر از آن چیزی که خود حلی در این مورد ذکر کرده میبینیم که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فضائل این بزرگواران را یادآوری میکنند و اون چیزی که واقعیت ندارد، دروغ هست، افسانه هست یا روایات جعلی و دروغینی هستند، این موارد را هم در واقع رد میکند و گوشزد میکند. و جناب استاد شاید ببخشین، شاید که از دلایلی که شیعیان و روافض اهل سنت را ناصبی یا خصوصا شیخ الاسلام ابن تیمیه را ناصبی میگن همین باشه که دلایل پوچ و بی سند و مدرک رو که رد میکنن و قبول ندارن و وقتی که دلیل میگن حداقل سند میخوان که تا چند صحت داره اینها رو رد میکنن، به همین خاطر به اینها میگن ناصبی. آیا این نسبت ناصبی به شیخ الاسلام ابن تیمیه یا بقیه اهل سنت یعنی چی بگم، آیا راهی داره که به اینها بچسب یا نه؟ از کلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه که ایشون در واقع رأس نواصب معرفی کردن و وهابیت رو بهشون نسبت میدن که وهابیت دشمن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. وقتی که کلام خود علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه یا بزرگان اهل سنت و الجماعت را به صورت کلی میبینیم، کسانی که جزء محدثین اهل سنت و الجماعت بودند، کسانی که رجال شناسان و نقادان اهل سنت و الجماعت
هستن میبینیم وقتی که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسند با بهترین تعابیر و با بهترین توصیف ها اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یاد میکنن. و اهل سنت و الجماعت به صورت کلی و همچنین علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه آویزه گوش ما توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که توصیه کردند که اذکرکم الله فی اهل بیتی، من به شما توصیه می کنم که در برخورد با اهل بیت من الله رو در نظر داشته باشید، در این زمینه دچار افراط و تفریط نشوید. و خود ائمه هم ما را از این نهی کردند، مانند حضرت علی که من در جلسه گذشته اشاره کردم که افراط و تفریط در هیچ زمینه‌ای در دین مبین اسلام جایگاهی رو ندارد، نه در باورها و اعتقادات این افراط و تفریط جایی رو دارد و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و نه در شریعت همچنین جایگاهی رو ندارد. ما موارد متعددی رو داریم که حتی در مورد عبادت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن به ما مسلمانان و پیروان خودشون اون داستان چند نفری که رفتن منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر یک از اونها نذری کردند. یکی نذر کرد که من همیشه شبها بیدار میمانم و هرگز نمیخوابم، یکی نذر کرد که من همیشه روزه میگیرم و اصلا روزه ها رو در واقع افطار نمیکنم نمیخورم، یکی دیگر نذر کرد که من ازدواج نمیکنم، همیشه تمام عمرم رو مشغول عبادت خداوند متعال میشم. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن ماجرا رو براشون تعریف کردند و نهایتا رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای منبر رفتند و گفتند که ما بال اقوام قالوا کذا و کذا، چی شده که افراد اومدن چنین و چنان گفتند، این عهد و پیمانهایی با خودشون بستند. گفت که به خدا قسم من از همه شما متقی‌ترم، پرهیزگارترم، خدا رو بهتر میشناسم، منتها من هم میخورم و هم در واقع افطار هم روزه میگیرم و هم افطار میکنم و هم میخوابم و هم شبها رو در واقع عبادت میکنم و هم در واقع ازدواج هم میکنم. در ادامه فرمود فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من یعنی از این اعتدال و میان روی تخطی بکند اون در واقع از من نیست، گرچه این تخطی در راستای عمل بر دستورات الله متعال باشه، در راستای یک نوع تنسک باشه، یک نوع زهد بیش از حدی باشه که در اسلام در واقع تعریف نشده. تمام اینها از دیدگاه اسلام مردود هست، هم افراط مردود هست و هم در واقع تفرید. و همچنین در مورد حب و بغضی که در مورد افراد داریم، هم در باب اعتقاد و هم در باب شریعت و فقه و هم در مورد برخورد با افراد و دیدگاه ما نسبت به افراد، در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مورد اهل بیت ایشان و در مورد بقیه سلف صالح و گذشتگان. شما میبینید که اهل سنت و الجماعت همون گونه که افراط رو، زیاده روی رو در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رد میکنند، در مورد حضرت علی، حسن و حسین مثلا شما نمیبینید که اهل سنتی بگوید یا علی یا حسین یا حسن. اهل سنت چنین اعتقادی رو ندارند و باوری رو ندارند و این شرک میدونند و کسی هم این ندا رو در واقع فریاد نمیزند که یا علی. به همین صورت همین برخوردی رو که با علی دارند با ابوبکر دقیقاً همین برخورد رو دارن. اهل سنتی رو شما پیدا نمی کنید که بگوید یا ابوبکر یا عمر یا عثمان. اهل سنت این گونه صدا بزنه و ندا بزنه دقیقاً مرتکب شرک شده دیگه. از دایره بعضی هستن خودشون رو ببخشین به اهل سنت نسبت میدن. امروز یک فرقه در پاکستان هستن به نام بریلویت که شاید دیده باشین رو کتاب ها رو جا دیگه، یا عمر نعره فاروقی یا عمر نعره چی، ولی اینها دقیقاً طبق عقیده اهل سنت هم مشرک هستن. دقیقاً همینجوره. ببین وقتی که ما از عقیده اهل سنت و الجماعت صحبت میکنیم بدین معنی نیست که فلان فرقه‌ای که در فلان کشور یا در فلان گوشه دنیا خودشون رو اهل سنت و الجماعت نامیدن. اینها در واقع یعنی ملاک و معیار ما نیستند. ما همیشه در عقیده خودمون دو تا اصل و دو تا منبع اصلی داریم، قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قرآن که در اون هیچ گونه شکی نیست، اهل سنت و الجماعت بلا استثناء بر تمام
کلمات و حروف و تمام اجزا و سوره ها و در واقع کلمات قرآن ایمان دارند و معتقدند که این قرآن دقیقاً همان قرآنی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و هیچ گونه تغییر و تحریفی در این در واقع اعمال نشده. و در مورد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما معتقد هستیم سنت زمانی برای ما حجت هست و برهان هست که از طریق صحیحی به ما رسیده باشد. اگر روایاتی باشند اون گونه که متاسفانه میبینیم که مخالفین ما هر چیزی رو که ببینند از این روایات استدلال میکنند، حتی کتابایی که مثلا درباره موضوعات نوشته شده و کتابهایی هست که میشه اونها رو به یک سطل زباله‌دانی که روایات جعلی رو که روایت نیستند، حدیث نیستند، دروغ هستند که به نام رسول الله صلی الله علیه و بستن، اینها رو جمع آوری کردن اهل سنت و الجماعت تا اینکه کسی فریب این در واقع روایات رو نخورند. اینها رو اهل سنت جدا گذاشتند، اما کسانی که یا آشنایی ندارند یا یک نوع غرض و مرضی دارند میبینیم که این روایات رو علم میکنند اهل سنت چنین و چنان روایتی رو دارند. خب اهل سنت وقتی که این روایات رو ذکر کردند اینو گفتند که این جزء موضوعات است، یعنی جزء روایات ساختگی است. پس بنابراین در مورد خود احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیثی برای ما معتبر هستند که صحیح و سند باشند و صریح و دلاله باشند. وقتی که خصوصا در باب اعتقاد ما میخوایم که از یک روایت استدلال بکنیم این دو شرط حتما وجود داره، هم صحیح باشه خود این روایت سندش هیچ مشکلی رو نداشته باشه و هم متنش یک متن صریحی باشه که اون مطلب رو به صورت کامل و بدون تعویل و بدون اینکه ما اعمال فشار بکنیم و به زور بخوایم که یک مطلبی رو از اون برداشت بکنیم در واقع این گونه نباشد، بلکه صحیح و صریح باشد. این ویژگی اهل سنت و الجماعت هست که مستندشون قرآن هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اضافه بر این خودشون رو پایبند کردن به فهم سلف صالح، یعنی فهمی که رسول الله داشتن، فهمی که صحابه داشتن، فهمی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. اینها برای ما ملاک هست، معیار هست. اما امروزه اگر یک گروهی بیاند این ادعا رو بکنند که ما اهل سنت و الجماعت هستیم، برخلاف قرآن عقایدی رو داشته باشند، برخلاف سنت رسول الله عقایدی رو داشته باشند، برخلاف فهم سلف صالح یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که کسانی بودند که نزول وحی رو دریافتند و دیدند که وحی کجا نازل شد، تفسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دریافت کردند و گرفتند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر کسی برخلاف قرآن و حدیث و فهم صحابه که عملی رو انجام بدهد این از دیدگاه ما کاملا مردود است. پس بنابراین وقتی که ما میگیم اهل سنت و الجماعت یعنی اون کسانی که پیرو قرآن باشند، پیرو رسول الله باشند و بر اساس فهم صحیح و سالم سلف صالح و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنند. پس بنابراین این ویژگی اهل سنت و الجماعت است. من قبلا هم عرض کردم که اعتدال و میانه روی یکی از ویژگی های اهل سنت و الجماعت هست، هم در باب اعتقادات، هم در باب اعمال و رفتار و هم در باب باورها و برخورد با دیگران. همون گونه که قبلا هم عرض کردم به همون صورتی که درباره ابوبکر و عمر و عثمان روایات جعلی رو ما قبول نمی کنیم، افسانه ها و خرافات و دروغ ها رو ما قبول نمی کنیم و حرفی بدون دلیلی رو در مورد فضائل این بزرگان ما قبول نمی کنیم. به همین گونه در مورد حضرت علی، حسن، حسین و زین العابدین و بقیه ائمه و بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما این منهج و روشمون هست. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه هم در این کتاب خودش بر همین اساس این فضایلی رو که ادعا کرده آقای هلی اینها رو نقد و بررسی میکنند. آقای هلی در مورد امام صادق رحمت الله علیه و این مطلب رو در اینجا بیان کرده که من قبل از این که به وارد مبحث بشیم این ادعایشون رو درباره امام صادق رحمت الله علیه من این خدمت بینندگان عزیز قرائت میکنم. اگر دوستان این نمایش بدن این دوربینو و این کتابی هست که قبلا اینو من نمایش داده بودم خدمت بینندگان، شرح منهاج الکرامه فی معرفت الامامه، که در ابتدای این کتاب همون خود متن کتاب منهاج الکرامه رو در واقع در اینجا آورده. متن منهاج الکرامه فی معرفت الامامه در این کتاب در صفحه 28 این کتاب هست. میگه و کان ابنه الصادق، فرزند امام باقر که صادق هست علیه السلام، افضل اهل زمانه و اعبدهم،
ایشون برترین فرد بودن در زمان خودشون و عبادت گذارترین انسان بودن. قال علماء السیره، علمای سیره میگویند که انه انشغل بالعبادت عن طلب الرئاسه، ایشون به جای این که برن دنبال ریاست و طلب پست و مقام باشند مشغول عبادت بودن. قال عمرو بن ابي المقدام كنت اذا نظرت الى جعفر ابن محمد علمت انه من سلاله النبيين. وقتی که من جعفر صادق را وقتی من میدیدم من فکر میکردم و در واقع به این نتیجه میرسیدم که ایشون از نسل پیامبران هستند. و در ادامه میگه و هو الذي انتشر منه فقه الامامیه والمعارف الحقیقیه والعقائد الیقینیه، ایشون کسی هستند که فقه امامیه را، معارف حقیقی را و عقاید یقینی را منتشر کردند. و کان لا يخبر بامر الا وقع و به سموه الصادق الامین. و کان عبد الله بن الحسن جمع اکابر العلویین للبيعه لولده فقال له الصادق علیه السلام ان هذا الامر لا يتم. ادامه توضیح میده که امام صادق گفت چنین اتفاقی نمیفته، این بیعت صورت نمیگیره و عملا هم این گونه شد. و این توضیح میده که همون مطلبی رو که قبلا گفته بود، هر حرفی که ایشون میزدن بر طبق واقع و در عملا هم این گونه میشد، به این خاطر ایشون رو صادق در واقع معرفی کردن. این مختصر کلامی هست که علامه حلی در مورد امام جعفر صادق رحمت الله علیه در واقع بیان کردن. و اما جناب قبل از شما این که از قول ابن تیمیه به این اوهامی که آقای یا به حساب ادعاهای وهمی که علامه حلی آورده در کتابش بپردازین، از قول ابن تیمیه، نظریه ابن تیمیه در مورد جعفر صادق رحمه الله چیست؟ همون گونه که من قبلا بیان کردم، در کتاب ببخشید در کتاب منهاج الکرام چه عبارتی یا چه کلماتی صفات نیک رو به ایشون نسبت داده؟ علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه واقعا در مورد نقد تمامی فرقه های ضاله و گمراه، اهم از این که تشیع باشند، قدریه باشند، اونها که در این کتاب معرفی کردیم، یا حتی در مناظراتی که با و کتاب هایی که در مورد یهود و نصارا نوشته، فرقه ها و ادیان گذشته و باطل، این اعتدال و میان روی خودشون رو حفظ کردند و به هیچ عنوان از این صراط مستقیم و حق خط اعتدال و میان روی خارج نشدند. و در مورد جعفر صادق رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه، یک واقعیت هایی که وجود داره اونها رو باید هم در واقع شیعه بپذیرد و هم اهل سنت و الجماعت باید اونها رو بپذیرند. و علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد امام جعفر صادق این مطلب رو در اینجا بیان کرده. اگر دوستان عزیز اینو نمایش بدن خدمت بینندگان، من اینو عرض میکنم از کتاب خود کتاب منهاج السنة النبویه هست، منهاج السنة النبویه فی نقد کلام الشیعة القدریه، مال علامه ابوالعباس تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم هست و جلد دومش هست که و این چاپ 4 جلدی و جلد دومش هست. در این کتاب در صفحه 556 این مطلب رو درباره امام جعفر صادق رحمت الله علیه ذکر کرده. ایشون می‌فرماید که و جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه من خیار اهل العلم و الدین. امام جعفر صادق، جعفر ابن محمد هست، ایشون از برگزیدگان اهل علم و دین هستند، از کسانی هستند که برتر بودند در این زمینه. من خیار اهل العلم و الدین، از بهترین علما و اهل دین هستند. اخذ العلم عن جده ابی امه، علمش را گرفته از جد بزرگوارش، پدر مادرش، جد مادریش این علم رو در واقع گرفته. اخذ العلم عن جده، از جد بزرگوارش علم رو دریافت کرده، یعنی بزرگترین استادش جد مادریش هست. ابی امه، پدر مادرش، پدر مادرش میگه که مادرش هم ام فروه بود. ام فروه دختر قاسم هست، ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم. ایشون یکی از استادان، یعنی قاسم ابن محمد، یکی از بزرگترین اساتید امام جعفر صادق رحمت الله علیه بودند. و همچنین از پدر بزرگوارشون هم که روایاتی رو نقل کردن در کتب اهل سنت و الجماعت. در هفته گذشته من کتابی رو خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم که بیش از 1000 روایت از روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله رو که از صحابه بزرگوار نقل کرده بودند در این کتاب جمع آوری کرده بودند. در این زمینه هم علامه ابن تیمیه رحمت الله میگوید که جعفر صادق رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه از جد مادریشون که قاسم بود، قاسم
پسر محمد هست و محمد هم پسر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست. از این طریق در واقع علم خودشون رو دریافت کردن و همچنین اساتید دیگری رو که ایشون داشتن و ان محمد ابن المنکدر و نافع مولا ابن عمر، نافع که معروف است مولا و برده آزاد شده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بود، و زهری و عطا ابن ابی رباح و غیرهم و روا عنه و همچنین شاگردانش رو معرفی میکند، کسانی که از امام جعفر صادق روایت نقل کردن. و روا عنه یحیی بن سعید الانصاری و مالک بن انس و سفیان الثوری و سفیان بن عیینه و ابن جریج و شعبه و یحیی بن سعید القطان و حاتم بن اسماعیل و حفص بن غیاث و محمد بن اسحاق بن یسار. و این در واقع افرادی هستند که هم اساتید امام جعفر صادق بودند و هم کسانی که شاگردان ایشان بودند و از ایشان نقل روایت کردند. و قال عمرو بن ابی المقدام، همون مطلبی رو که آقای هلی آورده بود در کتاب خودش، همون مطلب رو در اینجا علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه هم تکرار میکند و اینو میپذیر، تأیید میکند که بله که عمرو ابن ابی مقدام میگفتند کنت اذا نظرت الى جعفر ابن محمد علمت انه من سلاله النبیین، من وقتی که به جعفر ابن محمد نگاه میکردم به یقین میرسیدم که ایشان از سلاله نبیین و از نژاد و نسل پیامبران خداوند متعال است. پس بنابراین این مطلبی هست که در مورد امام جعفر آمد. ما قبول داریم که ایشون یکی از اهل علم بودند، یکی از برگزیدگان بودند در این زمینه، هم از نظر علم و هم از نظر دیانت. منتها این علمشون علمی بوده که از افرادی اینو کسب کردن، من جمله پدر بزرگوارشون یا جد بزرگوارشون که قاسم نوه حضرت ابوبکر صدیق هست و همچنین بقیه تابعینی که در واقع وجود داشتن و همچنین افراد دیگر از بزرگان اهل سنت و الجماعت که به ایشون اعتماد داشتن. این نشان اعتماد اهل سنت و الجماعت به ایشون هست که ایشون رو در واقع ثقه میدونن. یکی از افرادی هست که عادل هست و ثقه هست و روایاتی که ایشون در سندشون باشند به شرطی که بقیه افراد اگر ثقه باشند اون روایت صحیح است. افرادی که از ایشون روایت کردن مانند یحیی بن سعید انصاری، مالک ابن انس، سفیان الثوری و سفیان ابن عیینه و ابن جریج و شعبه، اینا جز بزرگان محدثینی هستند که در واقع از امام جعفر صادق رحمت الله علیه این روایات رو نقل کردن و روایاتشون در کتب اهل سنت و الجماعت فراوان است. و همچنین جناب استاد شما در ادامه صحبتاتون که الان داشتین از قول ابن تیمیه در رابطه با فضایل جعفر صادق رحمه الله میگفتین، اشاره کردین به نسبشون که ابن تیمیه گفته بود که و امه ام جعفر ام فروه و همونجور رسوندن به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و این که میگن که از دو جهت به ابوبکر صدیق میرسن امام جعفر صادق، کسی که شیعه خود را به اون نسبت میده و فقه خود را منسوب اون و مدیون اون میدونه، یعنی نوه ابوبکر صدیق امام و خلیفه بلافاصله پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این چگونه است؟ اگر میشه فقط خلاصه یا مختصر در رابطه با نسل ایشون که چگونه به ابوبکر میرسه از دو طرف. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم گونه که ما میدونیم جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، کسی بودند که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون بحران هایی که ایجاد شد، در ردتی که بعد از رسول الله بسیاری از اقوام عرب مرتد شدند، این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود که با جهاد خودشون، با صراحت و صرامت و پشتکاری که داشتند در واقع این ارتداد رو جلوگیری کردند و اسلام را دوباره تجدید کردند و جلوی این انحراف را و این ارتداد را در واقع گرفتند و این یکی از افتخارات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. و یک نکته ای که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک طرف و از طرف دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خصوصا همین افرادی که در رأس بودند مانند ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی که به نمایندگی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، این سه خلیفه بزرگوار با افراد خانواده هایشون، با نسلشون، با حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی و دودمان علی مرتضی، فرزندان علی مرتضی رضی الله تعالی هم در زمان نبوت و هم در زمان خلافت این بزرگواران و همچنین بعد از این بزرگواران هم این ارتباط صمیمی و تنگاتنگ خودشون و ارتباط خانوادگی خودشون رو در واقع حفظ کرده بود.
بودند. یعنی این که ابوبکر و عمر و عثمان با حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینا کفو هم دیگر بودند و با هم دیگر در واقع وصلت های خیلی زیادی رو داشتند، از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا حضرت علی رضی الله تعالی عنه، بقیه ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از اینشون فرزندانشون هم در واقع این وصلت ها رو به همان گونه حفظ کرده بودند. مثلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است، می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش شخصا خواستگاری می‌کند از دختر ابوبکر صدیق. قطعا شما هم یا هر کسی دیگری که بخواهد با یک خانواده وصلت بکند در یک شهری، بهترین خانواده رو در واقع انتخاب می‌کند، خصوصا کسی که در اون شهر زندگی کرده، تمام افراد این خانواده رو در واقع میشناسد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال قبل از هجرت رو، 13 سالش رو در کنار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی قبل از نبوت و قبل از بعثت بماند که رسول الله و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در یک شهر بودند، دوست هم دیگر بودند، رفت آمد داشتند، هم دیگر را میشناختند. حداقلش این فتره رو، یعنی 13 سال بعد از نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ما نگاه بکنیم در دوران مکی، باز هم رسول الله در مکه بودند، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در کنار ایشان بوده و دقیقاً اگر قبل از وحی و قبل از نبوت ابوبکر رو نمیشناختند، بعد از وحی و بعد از نبوت دقیقاً ابوبکر رو باید شناخته باشند که چه فردی هست. همین عرض میکنم از طریق وحی دیگه الان که پیامبر خدا شده، دوست و دشمن را و صالح و طالح و بد و نیک رو در واقع باید تشخیص بدن. میبینیم که ایشون در واقع قبل از هجرت خواستگاری میکنند از دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و تا آخرین زمانی که زنده بودند این ازدواج برقرار بوده و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. در مورد حضرت عمر رضی الله تعالی همچنین حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دختر عمر رضی الله تعالی هم ازدواج کرده. عثمان رو که 2 دختر رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش داده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش دختر داده و هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه به عمر دختر داده و هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از وفات فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، یعنی تقریبا حدود 9 روز بعد از وفات فاطمه زهرا، با یکی از کسانی که از بنی امیه بود ازدواج کرده. یعنی نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم را، دختر زینب را ازدواج کردند که پدرش ابوالعاص ابن ربیع بوده، یکی از افراد بنی امیه بوده. به قول آقایون که نمیتونند اینو تحمل بکنند، از شجره ملعونه بوده. ابوبکر حضرت علی رضی الله تعالی عنه از شجره ملعونه در واقع زن گرفته بوده، زن هم داده، زن هم گرفته، زن هم داده. این یک بحث بسیار طولانی هست که نمیخوام که وارد این بشم. فقط این نقطه رو من میخوام اشاره بکنم، همون گونه که در زمان خود حضرت علی، ابوبکر و عمر و عثمان و علی در زمان خودشون و همچنین بقیه عشره مبشره طلحه و زبیر در میانشون وصلت هایی بوده، بعد از ایشان فرزندانشون تا چندین نسل این وصلت ها همچنان برقرار بوده، به گونه ای که امام باقر رحمت الله علیه رفتند ازدواج کردن با ام فروه، همسر امام باقر ام فروه هست. اینو بالاتفاق تمام کتاب‌هایی که در مورد نسب هست، اهم از شیعه و سنی، این مطلب رو کاملا نقل کردن و یکی از متواترات تاریخی هست در این زمینه که ام فروه همسر حضرت امام باقر بوده و مادر جعفر صادق هست. ام فروه از هر دو طرف می شود نوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. یعنی ام فروه هم از جهت پدر و هم از جهت مادر نسبش میرسد به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نسب در واقع پدریش رو در اینجا علامه ابن تیمیه رحمت الله بیان کرده که گفته که اخذ العلم عن جده ابی امه، که جعفر صادق علمش رو از جد بزرگوارش گرفته، پدر جد مادریش یعنی پدر مادرش، که مادرش کی بوده؟ ام فروه بوده. ام فروه کی هست؟ ام فروه دختر قاسم هست و قاسم دختر محمد هست و محمد هم قاسم فرزند و پسر محمد هست و محمد هم پسر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین از نظر نسبی از طرف پدر ام فروه میرسد به ابوبکر صدیق و از جهت مادری وقتی که بررسی میکنیم ام فروه رحمت الله علیها این دختر اسما هست، مادرش اسمش بوده اسما و اسما دختر عبدالرحمن هست.
اسما دختر عبدالرحمن هست و عبدالرحمن هم فرزند ابوبکر صدیق. جالب اینجاست که عبدالرحمن برادر حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، یعنی برادر از مادرش است که در واقع از یک پدر و یک مادر هستند. پس بنابراین ما میبینیم که این یک واقعیت تاریخی هست که یعنی چندان به مذاق شیعه و آخوندها این خوش نمیاد و این مطلب رو نمیتونن بیان بکنن وقتی در بیان نسب حضرت امام جعفر صادق. و جالب اینجاست که تمام ائمه شیعه از صادق گرفته تا امام 12 تمام اینها نسبشون برمیگرده به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. شیعه که معتقد هست که نسب ائمه شون نسب پاکی بوده و کسانی که در نسب این سلاله این بزرگواران قرار دارن انسانهای پاکیزه‌ای بودند، انسانهای برگزیده بودند. یکی از این انسانهای برگزیده که در نسب این بزرگان هست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. و جالب اینجاست که برخی از انسانهایی که واقعا از خرد و منطق دور هستند اومدن سعی کردن که در نسب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک نوع شبهه‌ای را ایجاد بکنند، غافل از این که اگر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه العیاذ بالله نسبش مشکل داشته باشه یا به تعبیری حرامزاده باشه، زنازاده باشه، پس بنابراین این حرامزادگی سرایت میکند به خود ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین هم امام جعفر صادق و همچنین ائمه بعد از ایشون امام موسی کاظم یا رضا یا بقیه ائمه تا امام 12 تمام اینها نسبشون برمیگرده به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. ثانیتین اذهما فی الغار، کسی که تو در وصفش دومی معرفی کردی که سومی آنها خداست. و فضایل بیشماری در کتب اهل سنت و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین در آیات فضیلت ابوبکر صدیق رو بیان میکنه. و اما جناب استاد با هم یک میانبرنامه میبینیم و ادامه رد ادعاهای علامه هلی را از زبان به قول ابن تیمیه و از زبان شما خواهیم شنید. با هم یک میانبرنامه میبینیم و ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت. احب الرسول و آل الرسول. امام جعفر صادق میگوید ابوبکر از دو راه پدر من میباشد. امام جعفر صادق رحمه الله فرمودند ولدنی ابوبکر مرتین، من از دو جهت فرزند ابوبکرم. بني أحمد أحب الرسول وآل الرسول محبة. جهت نخست این که مادر امام صادق رحمه الله ام فروه دختر قاسم بن محمد ابن ابوبکر است و جهت دیگر این که مادر ام فروه اسما دختر عبدالرحمن ابن ابوبکر است. لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند. پس ای شیعیان محترم، آیا دانستید که مادر امام صادق کیست؟ ام فروه دختر قاسم بن محمد ابن ابوبکر. آیا دقت کرده اید که چرا امام صادق فرمودند ابوبکر و نگفتند محمد ابن ابوبکر؟ آری، این صراحت و بازگشت به جد بزرگوار خانواده صدیق به دلیل این بود که بعضی شیعه نمایان فضیلت ابوبکر صدیق را انکار می‌کردند، برخلاف محمد پسر ابوبکر که شیعیان درباره فضل او متفقند. یک انسان آگاه و آزاد به چه کسی افتخار می‌کند؟ آیا امام صادق به کسی غیر از اهل تقوا افتخار می‌کند؟ و چرا امام باقر با ام فروه دختر قاسم بن محمد ابن ابوبکر ازدواج کرد؟ برئت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى. برئت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی
و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 33 20 10 12 62 2044 14 20 28 10 79. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش‌های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته‌هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. به بخش انتقادات و پیشنهادهای شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. لازم به ذکر است که پیام‌های توهین آمیز به هر اعتقاد و یا شخصی حذف خواهد شد. به بخش پرسش‌های شرعی شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پرسش شرعی خود را به صورت مختصر و با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. به بخش دلگفته‌های موحدین در شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام‌ها و دلگفته‌های خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. به واحد خبر شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق خبرهای مربوط به اهل سنت را با ذکر نامتان و نام استان و کشور مربوطه برای نشر در شبکه بیان کنید. بیننده گرامی، شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. لازم به ذکر است که پیام‌های توهین آمیز به هر اعتقاد و یا شخصی حذف خواهد شد. برای بازگشت به مرحله قبل کلید شماره 0 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق، منتظر صدای گرمتان هستیم. تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر پیامبر را یاری نکنید در حقیقت الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند، هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابوبکر صدیق در غار بودند. آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابوبکر می فرمود اندوهگین مباش، بیگمان الله با ماست. درود و سلام بر ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. حق از سوی پروردگار شماست،
پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. چه زیبا گفت جعفر صادق ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق 2 مرتبه مرا به دنیا آورد. و اما در رابطه با ادعاهای آقای هلی جناب استاد که هنوز به ادعاهای نپرداختیم که یکی از ادعاهاش بود که اشتغل بالعبادة عن الریاسه. در رابطه با این عبارت آقای هلی که عبادت رو مشغول ساخت از ریاست، از اینکه به حکومت داری بپردازه یا حکومت داری رو ول کرد، این تا چند اندازه با عقاید امامیه و اثناعشریه منافات داره و تا چند اندازه باهاش به حساب موافقش هست و آیا این تعریف یا این ادعایی که آقای هلی کرده میتونه عقیدش رو اثبات کنه یا عقیده خودش رو رد کنه؟ در مورد عبادت جعفر صادق رضی الله تعالی عنه ما اینجور شک و شبهی رو نداریم که ایشون همانند بقیه اهل سنت و الجماعت اهل عبادت بودند، اهل نماز و تقوا و پرهیزگاری بودند. در این هیچ گونه شکی نیست که ایشون در واقع واجبات شرعی رو به نحو احسن انجام میدادند و از محرمات شرعی تا جایی که میتونستند و به نحو احسن در واقع پرهیز میکردند. این اعتقاد ما هست در مورد تمام این بزرگواران، هم امام جعفر صادق و قبل از ایشون باقر و هم بعد از ایشون فرزندانشون یا بقیه خویشاوندانشون که در واقع به مقامی از علم و دیانت رسیده بودند. اما این به عنوان یکی از شاخصه های زندگی ایشان معرفی بشه، به عنوان یکی از دلایل برتری ایشان، دلایل اثبات امامت ایشان معرفی بشه، چون این چیزی وجود نداشته که ایشون در واقع امامت عبادت شخصی رو در واقع ترجیح بدن بر اون امامت و ولایت یا ریاستی که در واقع بیشون اختصاص داشته. اون ریاست عامه‌ای که هست یا به تعبیری دیگر همون ولایت یا همون امامت، شیعه معتقد هست که این یک وظیفه الهی هست. این از طرف خدا، از طرف قطعا از جانب الله متعالیشون مکلف شدند که باید ریاست بکنند، باید امامت بکنند، باید اون در واقع ولایت خودشون رو و اون والیگری خودشون رو، فرمان روایی رو باید داشته باشند. هم در بعد دینی و معنوی باید مرجع مردم باشند و قضایای مردم را و مسائل و احکام مردم را باید پاسخ بدن و هم در بعد دنیوی باید مدیریت بکنن زندگانی مردم را که خلیفه وقت باید ایشون باشند. این یک وظیفه است از جانب الله متعال و وقتی که به عنوان یک وظیفه تعیین می شود، یعنی این که جعفر صادق یا قبل از آن باقر، حسن، حسین، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بعد از ایشون فرزندانشون تا امام 12 بنابر اعتقاد شیعه، اینها همون گونه و در همون سطحی که به نماز و روزه و زکات و حج مکلف بودند به همون اندازه مکلف به امامت هم بودند. این امامت هم در بعد معنویش یعنی پاسخگو بودن برای مسائل شرعی مردم و هم در بعد دنیویش و حکومتداری که این وظیفه این بزرگواران بوده. پس بنابراین وقتی که در میان اصول دین از دیدگاه شیعه ما بررسی میکنیم، میبینیم که روایتی رو ما قبلا هم نشان دادیم که بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 پایه استوار هست: نماز و زکات و روزه و حج و الولایه ولم یناد بشیء کما نودی للولایه. این ولایت از اون 4 تا دیگه برتر و بالاتر هست، به اندازه‌ای که برای ولایت در واقع تبلیغ شده و این جزء اساس قرار گرفته. نماز و روزه و بقیه احکام در واقع به این اندازه نیستن.
قطعا این در روایات صحیح و صریح شیعه در این زمینه اومده که 5 رکن داره دین مبین اسلام و به اندازه‌ای که برای ولایت تبلیغ شده در واقع برای غیر ولایت تبلیغ نشده. و جالب اینجاست در برخی از روایات اومده که روایت شیعه که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما میدونیم که یک مرتبه به معراج رفتند و در معراج یک مرتبه الله متعال حکم نماز رو بر ایشان در واقع داد و اینو بر رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت ایشان واجب گردانید. فقط یک مرتبه بود. اما در مورد ولایت روایات شیعه دارند که میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم 120 بار به معراج برده شدند و در هر 120 بار الله متعال توصیه میکردن ایشونو به ولایت ائمه اثنا عشر. 120 بار که پیامبر به معراج رفتن طبق ادعای شیعه شاید هر دفعه یک امر دیگه هم بوده، ضمنی بوده، اون امر و اصلی هم ولایت بحث بوده. ولایت بوده. احتمال مثل که همونطور که نماز در یک معراج صورت گرفته بقیه 119 تا دیگه امور دیگه بوده و در اصل ولایت بوده، ضمنش امور دیگه بوده. و قطعا این گونه هست و شیعه اسلام را بدون ولایت و بدون امامت علی و ائمه اثنا عشرشون ناقص میدونند و این روزا هم که جشن گرفتن که روز قدیر و تکمیل دین هست، اکمال دین هست که انشالله ما به صورت گسترده به این خواهیم پرداخت که اکمال دین به چه خاطر بوده، به خاطر ولایت بوده یا به خاطر مسائل دیگر این در واقع بوده. پس بنابراین این مطلبی که در اینجا آقای هلی ذکر کرده و یکی از فضایل و مناقب و افتخارات جعفر صادق ذکر کرده که اشتغل بالعبادت عن الریاست، این در واقع با منطق شیعی سازگار نیست. همون گونه که ایشون مکلف بودن به عبادت، مکلف به ریاست بودن. بیشترش به ریاست مکلف بودن. اینطور شما اشاره کردید. بله، ریاست درجهش خیلی بالاتر هست از اون عبادت شخصی که ایشون در واقع انجام میدادن. پس بنابراین اگر نماز و روزه و زکات و حج وقتی که میگه اشتغال بالعباده قطعا منظورش عبادات فرضی نیستن که عبادات فرضی رو همه مسلمانان میکنن. هیچ مسلمانی این عذرش قبول نیست که عبادات شرعی را و فرضی رو ترک بکنن. نماز فرض را، روزه فرض را، زکات فرض را، حج فرض را همه دارن انجام میدن. وقتی که تعبیر میگه اشتغل بالعبادت عن الریاسه، ریاست را فدای عبادت کرد، یعنی مشغول عبادت های نفلی بودن در واقع. به هر صورت چه این عبادت نفلی باشه که ظاهرا این گونه هست یا حتی اگر عبادت فرضی باشه، امام در واقع مجاز نیست که یک حکم دیگر الهی را که بنابر روایاتش یه اولاتر هست، مقدمتر هست، تاکید بیشتری در اون شده، اون فدای یک عبادت دیگری در واقع انجام بده که در اینجا میاد اشتغل بالعبادت عن الریاسه. و مطلب دیگری که در اینجا یعنی بحث میشه اینه که در اینجا اینو نسبت داده به خود امام جعفر صادق که جعفر صادق مشغول کرده بود به عبادت از ریاست در واقع که به ریاست نمی‌پرداخت. شیعه معتقد هست که غصب کردن ریاست رو از ایشون در واقع غصب کردن. ایشون نمیتونستن رئیس بشند، نمیتونستن امام به معنی حاکم باشند، پس بنابراین غصب کرده بودن، به زور از این در واقع گرفته بودن. این چه معنی داره که ایشون در واقع ریاست رو ویل کردن به خاطر عبادت. وقتی که عبادت بهش نرسیده، خب نرسیده دیگه. شما میگید معتقد هستید دیگران غصب کردن. وقتی غصب کردن یعنی این که دست امام جعفر صادق از ریاست کوتاه بوده. وقتی کوتاه بوده نمیتونسته به اون دست پیدا بکنه، پس بنابراین این منقبتی نیست. منقبت و فضیلت در زمانی هست که ایشون واقعا می اومدن بیعت با ایشون میکردن مردم و ایشون به عنوان رئیس خودشون، به عنوان حاکم خودشون، به عنوان فرمانروای زمان خودشون تعیین میکردن. ایشون میگفتن آقای من کاری با ریاست شما ندارم، ریاست شما مال خود شما باشه، من میرم مشغول دین و عبادتم باشم. همونطور که وقتی که پیش سیدنا علی رضی الله عنه رفتن که باشون بیعت کنن، من وزیر باشم بهتر از این که برای شما امیر باشم. من بارها حضرت علی رضی الله تعالی فرمودن دعونی والتمسوا غیری، من رو رها بکنید برید دنبال کسی دیگر بگردید. یا همین مطلبی که شما اشاره کردید که من وزیر باشم برای شما از امیر بودن بهتر است. پس بنابراین اگر عبادت رو غصب کردند، پس بنابراین این منقبتی نیست برای جعفر صادق که این در واقع ریاست رو ترک کرده. اگر واقعا خودش ترک کرده بازم گناهکاره، زیرا که این ریاست یک وظیفه شرعی بوده، یک منصب الهی بوده که از جانب الله متعال برای ایشون در واقع تعیین بوده که مکلف بودند که باید ریاست بکنند، باید تدبیر بکنند، باید مدبر باشند، باید والی باشند و حاکم باشند، که ایشون متاسفانه این جایگاه رو و این منصب رو رها کردن. کاش که آقای هلی کتاب‌های اعتقادی عقایدی که اون زمان نوشته شده در بحث
در مذهب امامی اون وقت مطالعه میکردن تا میدونستن که این عبارتی که اینجا آوردن کلا خلاف عقیده امامیه هست و همچنین به قول شما از چند جهت این عبارت کلا ضربه خورد. از جهت اینکه خودشون مشغول کرده باشن، یا از این جهت که به حساب مشغول شده باشن، ریاست بهشون اون طلب ریاست کردن ولی بهشون ندادن، یا از این جهت که ما بگیم که ولایت از بقیه ارکان دین بالاتره. کلا همین عبارت علامه علی از 3-4 جهت کلا ضربه خود، ضربه فنی شده به تعبیر امروزی. قطعا این گونه هست و این در واقع یعنی سطح استدلال شیعه رو میرسونه. یک فردی در جایگاه علامه حلی، وقتی میگن علامه مطلقاً یعنی وقتی میگن علامه یعنی علامه حلی هست در مذهب تشیع. وقتی لفظ علامه وقتی اطلاق بشه، وقتی گفتن علامه در مذهب شیعه از متقدمین و متأخرین علامه چنین و چنان فرمودند، یعنی این که آقای حلی هست، علامه حلی بوده، کسی دیگه علامه نیست، مطلق باشه. وقتی که مطلق باشه این لقب برمیگرده به ایشون. الان در یک کتابی که برای اثبات و برای معرفت امامت هست، قطعا قوی ترین دلیل رو باید آورد برای اثباتشون، برترین فضائل رو باید آورد، مستندترین فضائل رو باید ذکر بکنن برای جعفر صادق و بقیه. می‌بینید این مطلبی رو ذکر کرده که نه تنها یک فضیلتی نیست و اگر نیک بنگریم و به محتواش توجه بکنیم، به جای این که یک فضیلتی باشه بلکه یک نوع اشکال و ایرادی هست، نه تنها این که یک نوع فضیلت نیست. اما ببینیم که علامه ابن تیمیه رحمت الله خیلی کوتاه از این مطلب گذشته و در قالب چند خط به این 2 خط فقط به این پرداخته و از این در واقع رد شده. میگه و اما قوله اشتغل بالعبادت یعنی الریاسه. دوستان اینو نمایش بدن از کتاب منهاج السنه، کتابی که من قبلا خدمت شما اینو معرفی کردم، کتاب منهاج السنه النبویه جلد 2 هست و صفحه 556. در اینجا میگه و اما قوله، جالب اینجا است که این یک نکته که درباره کتاب منهاج السنه هست، این چاپ های قدیمی این کتاب منهاج السنه تمام کتاب منهاج الکرامه رو به صورت کامل داشته، یعنی کل لفظ به لفظ چاپ‌های قدیمی که این کتاب وجود دارند از تمام الفاظ به اصطلاح، یعنی اصلا منهاج الکرامه در این حاشیه‌های این کتاب منهاج السنه اصلا چاپ شده بود، کامل می آوردن به صورت کامل و این هم نشان از اعتدال علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، با اینکه در اون زمان مثلا که این همه امکانات وجود نداشته اما الفاظ و تعابیر خود علامه حلی را به صورت کامل در کتاب خودش ذکر می‌کند و جمله به جمله در جایی که نیازی به رد می‌بینه که در واقع حرف ناصواب و نادرستی هست اون در واقع قولش رو ذکر می‌کنه و بعد از اون نقد می‌کنه. در اینجا می‌فرماد و اما قوله اشتغل بالعبادت یعنی الریاسه. اما این مطلب که آقای حلی گفتند یا به تعبیر شیخ الاسلام آقای رافضی گفتند که اشتغل بالعبادت یعنی الریاسه، ایشون مشغول شدند از به عبادت از ریاست که ریاست رو فدای عبادت در واقع عبادت کردن میشه. فهذا تناقض من الامامیتی، این یک نوع تناقضی هست از شیعیان امامی، این یک نوع تناقضی هست. به چه صورت؟ میاد لان الامامت عندهم واجب علیه، زیرا که امامت از دیدگاه شیعه واجب هست بر امام معصوم، این یک واجب الهی هست، یک منصب الهی هست که از جانب الله متعال همان گونه که نماز و روزه و زکات و حج بر امام فرض شده، این امامت هم فرض شده. میگوید که لأن الامامت عندهم واجب علیه ان یقوم بها و باعبائها، این مسئولیت رو باید قبول بکنند. فانه لا امام فی وقته الا هو، زیرا که در زمان ایشان امام دیگری نبوده، امام فقط ایشون بوده. مسائل فقهی که فقط و فقط ایشون بیان بکنند معتبر هستند، روایاتی و احادیث پیامبری که فقط و فقط از طریق ایشون برسد معتبر هست. تفسیر قرآن فقط و فقط از خود همین یک نفر اگر برسد معتبر هست، بقیه هیچ گونه ارزشی رو نداره. 1000 بار قرآن تفسیر بکنن، هزاران روایت رو نقل بکنن از امام باقر، از امام بسیار زین العابدین، حسن، حسین، از حضرت علی، از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل بکنن، هیچ گونه اعتباری رو نزد شیعه نداره مگر این که از طریق معصوم باشه. یا به تعبیر بهتر بگیم که این که این معصوم این روایت رو تایید کنه که پدرم یا جدش گفته. قطعا این از طریق این باشه، روایتی در این زمینه داره که هر چیزی علمی که از غیر این باب باشه یا از غیر این خانه باشه اون در واقع به قول امام باقر اون معتبر نیست و در واقع باطل است. در اینجا همین مطلب را علامه ابن تیمیه ذکر می‌کنند که لأن الامامه عندهم واجب علیه ان یقوم بها و باعبائها، واجب هست که ایشون این منصب امامت رو باید عهده‌داری بشن، تحمل بکنند. فانه لا امام فی وقته الا هو، غیر از ایشون امام دیگری نبوده. فالقیام
بهذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى من الاشتغال بنوافل العبادات. اگر قیام به این امر عظیم، یعنی تحمل کردن مسئولیت های عبادت و در واقع مشغول شدن به ریاست یا به همون ولایتی که از جانب الله متعال بر ایشون تعیین شده، اگر واجب هست از جانب الله متعال، پس بنابراین اولاتر هست که ایشون عبادات رو ترک بکنند، خصوصا عبادات نفلی رو ترک بکنند و بپردازند به این در واقع واجب عظیمی. اگر این عبادات نفلی هست، اگر این عبادات، شما خیلی زیبا اشاره کردین وقتی که داشتین در رابطه با اشتغال بالعبادة عن الریاسه میگفتین که خودشون مشغول کردن با عبادت از ریاست، به این صورت که حقیقت اگر ما بگیریم عبادات فرضی رو در نظر بگیریم، روزانه 5 وقت نمازه، هر 4 رکعت نماز یا 3 رکعت فرضی یا 2 رکعت، بیشتر که نیست، هر چندم که طولانی بشه، یعنی 24 ساعت شبانه روز رو نمیگیره. یا زکات سالی یک باره، حج عمر در طول عمر که حالا 50 سال 60 سال 70 سال باشه یک بار فرض میشه. و همچنین اگر ما بگیریم رمضان رو ماه یک در سال یک ماه هست، یعنی 12 ماه یک ماه رو بذارین کنار، 11 ماه دیگه، یعنی میشه فقط تنها امری که در این 11 ماه میشه فقط یا حج که عمری فقط میشه نماز. یعنی ایشون 24 ساعت شبانه روز نماز میخوندن و به عبادت مشغول بودن و ریاست ترک کرده بودن. این در واقع این گونه میگه علامه هلی، اینو میگه که ایشون ریاست رو ترک کردن، فدای در واقع عبادت کردن. اشتغل بالعبادت یعنی ریاست، اینم در مقام مدح آورده، یک نوع تعریفی تمجیدی هست، ثنایی هست برای خود امام و یکی از فضائل و مناقب امام اینو معرفی میکنه، این است که ایشون به ریاست نپرداختن و خودشون مشغول کردن به عبادت. اگر این عبادت نفلی است که در واقع گناهش بیشتر هست که انسان به خاطر یک عبادت نفلی یک واجب الهی و منصب الهی رو ترک بکنند و رها بکنند، اولاترین فرض رو. اگر این عبادتی که در اینجا گفته شد توجیه بکنند که منظور این بوده که مشغول عبادت های پنجگانه بوده، مثلا نمازهای پنجگانه بوده، باز هم این دو تا عبادت رو با هم دیگر اگر ما ترک بکنیم، الان سوال اگر بکنیم از چیه؟ اگر یک امامی منصب امامت رو ترک بکنیم، منصب امامت یک منصبی هست که نفعش به دیگران هست، یک واجبی هست دین رو به دیگران برسونه، بقیه تمام مردم اگر دین رو برسانند اعتبار نداره، فقط و فقط باید از این مشرعه و از این منبع باید برسه. اگر دیگران هم تبلیغ بکنند این در واقع قابل پذیرش نیست. ایشون بیان به خاطر یک عبادت شخصی، یک فرض شخصی، یک نماز شخصی، ولو این که فرض باشه، این فرض بزرگتر رو که بقیه مردم عبادتشون ناقص هست بدون این یک فرض، بدون این یک مورد باشه، پس اگر اینو ترک بکنه بازم یعنی قابل ملامت هست، چه برسه به این که این عبادت یک نوع عبادت نفلی بوده باشه. و همچنین مطلبی که من قبلا اشاره کردم، اگر این عبادت رو و این ولایت رو یا این ریاست رو از ایشون غصب کرده باشند، پس بنابراین تعریفی نداره، غصبش کردن، ایشون به میل خودشون رها نکرده و نچسبیده به عبادت. و اگر خودشون به میل خودشون رها کرده باشند و این ریاست رو در واقع مرجوح قرار داده باشند و عبادت رو ترجیح داده باشند، این باز هم یک نوع ایرادی هست بر امام که به چه صورتیه که ریاست و امامت واجب و منصب الهی رو رها کردند و پرداختند به امور شخصی و به یک عبادت شخصی. به نظر من که علامه هلی که جزء بزرگان شیعه یا به قول به تعبیر شما که تازه گفتین، حقیقتا من جاهای زیادی دیدم که علامه نوشته، مثلا قال العلامه هكذا العلامه، عبارت‌های زیاده و دقیقا نمیدونستم که علامه منظور مؤلف اون نویسنده یا اون شخصی که دو پاراگراف قبلا گفته بود یا علامه هلی بوده که شما اشاره کردین، حالا متوجه شدم. ظاهرا چندان مطالعه دینی نداشتن در مذهب خودشون که بدونن این عبارتی که اینجا آوردن مخالف و منافات با عقیده اثناعشری است. و اما در رابطه با این که یکی از ادله یا ادعاهایی که باز هم علامه هلی در کتابش آورده در رابطه با اثبات امامت جعفر صادق که ایشون فقه امامیه رو منتشر ساخت و بقیه عقاید یقینی و معارف حقیقی. نظر ابن تیمیه و همچنین که چگونه ایشون فقه امامیه رو منتشر ساخت، یعنی تا این وقت فقهی نداشتن
میشه در این رابطه اشاره کنیم؟ در مورد این که من قبلا هم اشاره کردم، وظیفه امام ابلاغ رسالت الهی هست، مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم. هم نبوت و هم امامت از دیدگاه شیعه و قرائت شیعه از امامت دارند، در ابلاغ رسالت با هم دیگر مشترک هستند. همون گونه که ابلاغ وحی و ابلاغ احکام شرعی از غیر طریق رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان ایشون معتبر نبوده، فقط و فقط باید ایشون ابلاغ بکنند به مردم، در زمان ائمه هیچ حکم شرعی معتبر نیست مگر این که از جانب خود امام در واقع خارج شده باشد و امام اینو در واقع تایید کرده باشد. تمام ائمه این وظیفه رو داشتند، تمام ائمه. علی رضی الله عنه باید برای پیروان خودش، برای شیعیان خودش باید احکام شرعی را، فقه را، اون در واقع معارف حقیقی را، عقاید یقینی رو باید برای مردم تبیین میکرد. در زمان حسن، در زمان حسین، در زمان زین العابدین، در زمان باقی این بزرگواران همهشون این وظیفه رو داشتند که قرآن را، احادیث رسول الله را، معارف دینی را، حقایق اعتقادی رو باید به مردم تبلیغ بکنند. این وظیفه عمومی و کلی تمام اهل بیت بوده و تمام شیعیانی، ائمه‌ای که شیعیان در واقع اونها رو به عنوان ائمه منصوص از جانب الله متعال در واقع تعیین شده میدونند اونها رو. این قبلا در جلسه قبل این نکته رو من اشاره کردم، از کتاب اصول کافی این مطلب رو برای بینندگان نمایش دادم که در اونجا روایتی آورده بود که تا قبل از امام باقر شیعیان حلال و حرام خودشون رو نمیدونستن. تا قبل از امام باقر شیعیان حلال و حرامشون و مناسک حدشون رو در واقع نمیدونستن. تازه با مبعوث شدن و با برگزیده شدن یا با رسیدن دوران امامت باقر تازه شیعیان به حلال و حرام خودشون رسیدند و در واقع مناسک حج خودشون رو یاد گرفتن. یعنی این شیعیان تا 4 امام، بله، علی، حسن، حسین، محمد ابن علی، محمد ابن حسین که زین العابدین باشن، بخشن علی ابن حسین که زین العابدین باشن، تا 4 این امام اصلا شیعه هیچ گونه حلال حرام رو نمیدونسته. در این 4 دور هر کس مرده، حالا جاش کجاست خدا میدونه. از امام پنجم که امام محمد باشه، امام باقر باشه، اون وقت حلال حرام تشخیص داده شد. این مطلبی هست که من از خود کتابش اینو قبلا اینو خدمت بینندگان عزیز معرفی کردم. و یک نکته جالبی که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در ادامه این مبحث، امروز که نمیرسیم به اون مطلب برسیم، یک نکته جالبی رو داره درباره نحوه استدلال شیعه برای فضائل و مناقب. میگه که اگر یعنی انسان قطع نظر از فضائل دیگری که این ائمه دارند، حضرت علی، حسن، حسین، بقیه، امام جعفر صادق و بقیه، قطع نظر اگر واقعا فضایل این ائمه بزرگوار از طریق اهل سنت و الجماعت نقل نمیشد و مردم نمیدونستند این فضایل رو، اگر فقط و فقط همین کتاب فلفرد منهاج الکرامه را که برای معرفی ائمه و امامت است اینو مد نظر قرار بدیم، میگه که این در واقع مطالبی که ایشون ذکر کردن این به یک نوع تنقیص و یک نوع ایراد و شبهه بیشتر شباهت داره تا به این که به یک نوع منقبت و افتخاری باشه برای همین که میگن که شیعیان قبل از امام باقر مثلا احکام خودشون نمیدونستن، پس علی و حسن و حسین و زین العابدین چیکار میکردند قبلا؟ یعنی این تعنی هست در این بزرگواران که ایشون حتی در زمان خودشون حلال و حرام مردم رو بیان نکردن. بقیه بذارین کنار. بله. و همچنین این نکته که در اینجا میگه که امام جعفر صادق کسی بوده که فقه امامیه را، معارف حقیقی را و عقاید یقینی رو منتشر کرد. خب بقیه چه کار کرده بودن؟ قبلی هم اگر این کار رو انجام ندادن؟ اگر این یک وظیفه شرعی هست پس بنابراین بقیه مقصرن در این زمینه، زیرا که انجام نداده بوده، منتشر نکردن. بعد از امام جعفر صادق چه کار کردن؟ آیا اونها مگر بیان نکردن این عقاید رو؟ اگر همه بیان کردن پس چرا اینو منحصر کردید به امام جعفر صادق؟ اگر تمام ائمه وظیفه امامت رو انجام دادن، فقه رو منتشر کردن، معارف حقیقی و عقاید یقینی رو برای مردم بیان کردن، چرا شما میگی که امام جعفر صادق این کار رو کرد؟ اگر واقعا تنها عملا این گونه بوده که تنها فقط و فقط جعفر صادق بوده، پس معنی این هست که بقیه بزرگواران در این زمینه کوتاهی کردن در ابلاغ رسالت الهی و در ابلاغ فقه امامیه و عقاید و احکام شرعی در واقع این کوتاهی رو در واقع انجام دادن. و قطعا این گونه هست. اگر این مطلب رو ما ببینیم، این فضائلی رو که آقای هلی ذکر می‌کند، اگر فضائلی رو که اهل سنت آوردند و تعریف‌هایی که اهل سنت از این بزرگان دارن اونها رو مد نظر
قرار ندهیم فقط و فقط این معیارهای شیعه باشه، میگه شیعه استدلال برند نیست، یا از یک چیزی میخواد استدلال بکنه، نه تنها که از این استدلال مناقبی برای امامان خودشون نمیتونن اثبات بکنن، بلکه برعکس این میشود یک جرحی و یکی از مطالب میشود، نه اینکه یکی از مناقب در واقع شمرده بشود. اما ببینیم کلام خود علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه رو که در این زمینه چه فرمودن. ایشون میفرماید که دوستان اینو نمایش بدن، همین صفحه قبلی هست که من خدمت بینندگان نمایش دادم. میگه و اما قوله، اما این نکته که آقای هلی در باب مناقب و فضایل جعفر صادق گفته بودند که انه هو الذي نشر فقه الامامیه، جعفر صادق کسی بوده که فقه امامیه رو در واقع معرفی کرده، نشر کرده و معارف حقیقی رو نشر کرده و همچنین عقاید یقینی رو. میگه فهذا الكلام يستلزم احد امرین، این کلام از دو جهت و از دو گزینه خالی نیست، این کلام مستلزم دو نقطه و دو امر هست. اما انه ابتدع فی العلم ما لم يكن يعلمه من قبله، یا این که ایشون علمی رو در واقع داشتند که بقیه نداشتند، یا این که ایشون واقعا یک علمی رو داشتند و یک نوع در واقع معارفی رو داشتند که قبلی‌ها نداشتند، زیرا که قبلی‌ها هر چیزی رو داشتن برای مردم بیان کردند، ایشون تازه مناقب حقیقی خودشون رو برای مردم در واقع اون چیزی رو که بلد بودن بیان کردند. این از دو حالت خالی نیست، یا این که ایشون علمی رو داشتند که قبلی‌ها نداشتند. اما انه ابتدع فی العلم ما لم يكن يعلمه من قبل، قبلی‌ها نمیدونستند. و اما ان يكون الذين قبله قصروا فيما يجب عليهم، یا این که واقعا اون بزرگواران هم این علم رو داشتند به اندازه‌ای که جعفر صادق علم داشته، علی هم داشته، حسن، حسین و امام زین العابدین و باقر هم این علم رو داشتن، منتها کوتاهی کردن خودشون، یا این علم رو نداشتند که به مردم برسانند، یا این که داشتند و کتمان کردند. در هر دو صورت. و اما ان يكون الذين قبله قصروا فيما يجب عليهم من نشر العلم وهل يشك عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لامته المعارف الحقيقيه والعقائد اليقينيه اكمل بیان. میگه آیا مگر یک عاقل این شک و تردیدی در این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون معارف حقیقی رو و عقاید یقینی رو برای مردم بیان کردن؟ خب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن در این زمان؟ قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را تعلیم میدادند. آیا فقط و فقط به علی تعلیم دادند؟ غیر از علی کسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را یاد نگرفت. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را فقط و فقط علی میشنیدید، بقیه نمیشنیدند. احکام فقهی و شرعی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می‌کردند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، همون گونه که من نماز می‌خوانم شما هم نماز بخونید. خب همه می‌دیدن. در مناسک حج رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خذوا عنی مناسککم، مناسک حج رو از من فرا بگیرید. قطعا همه فرا می‌گرفتن. یا این فقط تنها منظور پیامبر علی بودن، دیگران برن کنار علی بیا از من یاد بگیره. شیعه این در واقع یکی از تناقضات هست، یکی از چالش‌هایی هست که مذهب شیعه در اینجا به اون دچار هست. شیعه میگوید که این علی باب علم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، دروازه علی هست. اگر کسی میخواهد که از رسول الله چیزی رو فرا بگیرد باید دور بزند بیاد پیش علی و علی از رسول الله صلی الله علیه و دریافت بکنه. هر چیزی که رسول الله میگوید باید از زبان علی به مردم برسد. یک چیزی که خلاف واقع بوده، بارها بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد دیگری رو به عنوان نمایندگی فرستادن غیر از باب اصلیش، دروازه شهر علم رسول الله میگن که علی هست. اما مصعب ابن عمیر رو مثلا میبینید فرستاده برای مدینه که قرآن رو در اونجا آموزش میدن قبل از هجرت، قبل از حضرت علی رضی الله تعالی، قبل از این که حضرت علی رضی الله تعالی دعوتی رو داشته باشن، نقشی از ایشون در دعوت ذکر شده باشه، رسول الله صلی الله علیه و مصعب ابن عمیر رو به مدینه فرستادن و همچنین حضرت معاذ رو فرستادن به یمن فرستادن و بسیاری دیگر از اصحاب خودشون رو کاملا فرستادن. پس بنابراین این که فقط و فقط مطلبی من قبلا عرض کردم که شیعه معتقد است که فقط باید از طریق معصوم باشه، این با واقعیت هیچ گونه تطابقی رو نداره. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و زیاد بودن، همه قرآن فرا گرفتن از رسول الله، یکی از اونها علی بوده، همه احادیث رسول الله رو شنیدند، یکی از این صحابه علی بوده، همه احکام شرعی رو فرا گرفتن از رسول الله، یکی از اونها علی بوده و از فرزندان علی همه فرا گرفتن، حسن یکیشون بوده، حسین یکیشون بوده، بقیه شیعیان در جای خودشون بودن و همچنین از حسن، حسین و بقیه ائمه هم این رو برای امام بعدی بیان می‌کردند، هم برای تمام شیعیان خودشون بیان می‌کردند
میکردن که اون افراد به نوبه خودشون میرفتن برای بقیه افراد اینو در واقع بیان میکردن. پس بنابراین این میگوید که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه که معارف حقیقی رو و این احکام فقهی رو و عقاید یقینی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم کاملا بیان کردن و در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. اگر واقعا شیعه معتقد باشد که فقط و فقط اون علمی از رسول الله معتبر هست که علی اونو گفته باشد، فقط و فقط اون علمی معتبر هست که علی گفته باشد، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شده بودند برای این که این رسالت را فقط و فقط به علی رضی الله تعالی عنه برساند، به بقیه مردم که هیچی. زیرا که در زمانی که علی هستند، علی وجود دارند و دروازه علم رسول الله صلی الله علیه و علی هست، پس بنابراین از طریق علی رضی، از طریق امام معصوم باید به مردم برسد و از طریق بقیه دیگه هیچ گونه اعتباری رو ندارد. پس بنابراین رسول الله این معارف را و این حقایق را برای مردم کاملا بیان کردند. و هذا در ادامه میفرماید که ان اصحاب تلقوا ذلك عنه و بلغوه الی المسلمین، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یکی از اونها حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست، این معارف حقیقی را و عقاید یقینی را، احکام فقهی را، آیات قرآن را از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو دریافت کردند و بلغوه الی المسلمین، اینو به تمام دنیا در واقع رسانیدند. و هذا یقتضی القدح اما فیه و اما فیهم. این مطلبی که آقای هلی بیان کرده که امام جعفر صادق فقط ناشر فقه امامیه و معارف حقیقیه و عقاید یقینی بوده، این از دو صورت خالی نیست. یا یک اشکال و ایرادی هست، قدحی هست، مذمتی هست برای جعفر صادق یا برای گذشتگانش. این میفرماید که هذا یقتضی القدح، این مقتضی یک نوع ایراد و اشکال هست، اما فیه یا در خود امام جعفر صادق و اما فیهم یا در گذشتگان. بل کذب علی جعفر الصادق، بل کذب علی جعفر الصادق اکثر مما کذب علی من قبله، بلکه در مورد امام جعفر صادق و به نام امام جعفر صادق اینقدر دروغ گفته شده که به نام ائمه قبل از ایشون گفته نشده. فالآفت وقعت من الکذابین علیه لا منه، این آفتی که وجود داره و این اشکالی که وجود داره از کسانی هست که به نام جعفر صادق در واقع حدیث جعل کردند و دروغ گفتند، نه از خود جعفر صادق. و لهذا نسب الیه انواع من الاکاذیب، میبینیم که انواعی از دروغ ها به امام جعفر صادق رحمت الله علیه نسبت داده میشه، مانند کتاب بطاقه و جفر و حفت و الکلام فی النجوم و فيما تقدمه المعرفه من جهه الرعود والبروق و اختلاع الاعضاء و غیر ذلك. مطالبی رو در اینجا بیان میکنه که در مورد امام جعفر صادق اینقدر دروغگو یعنی بودند که دروغ میساختند به نام جعفر صادق که حتی خود امام جعفر صادق در کتاب بحار الانوار جلد 2 اگر اشتباه نکنم صفحه 246 این مطلب رو کاملا آورده که در اونجا میگه ان الناس اولعوا بالكذب علينا، مردم فریفته دروغ علیه ما شدند، یعنی دروغ میبندند به نام ما و علتش رو بیان میکنه و ذلك انهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله، به خاطر این است که اینا وقتی که حدیث رو از ما میگیرن این در قصدشون این نیست که به خداوند متعال برسن، به یک در واقع عبادتی رو انجام داده باشند، علمی رو در واقع نقل کرده باشند. در این زمینه که دروغگویانی بودند که علیه جعفر صادق دروغ میگفتند، در این زمینه روایات و نقول بسیار زیادی هست در کتاب خودشیه، در کتاب رجال کشی و در کتاب‌های دیگر در این زمینه نقل قول‌های خیلی زیادی شده. پس بنابراین اگر واقعا امام جعفر صادق علم رو که دیگران نداشتند بیان کرده، این منقصه‌ای هست برای دیگران که واقعا مقامشون از امام جعفر صادق در واقع کم بوده و اگر واقعا این علم رو داشتند و بیان نکردند، باز هم این یک منقصه‌ای هست که در واقع چرا اون چیزی رو که الله متعال به اونها دستور داده بود که برای مردم بیان بکنن، متاسفانه ایشون برای مردم بیان نکردند تا اینکه امام جعفر صادق اومد و این فقه امامیه رو و معارف حقیقی و عقاید یقینی رو برای مردم بیان کرد. جناب استاد ممنون، سپاس، مطالب خیلی زیبایی بود. از بینندگان عزیز استعداد دارن کسانی که میخوان تماس بگیرن، شماره تماس زیرنویس شده، کسانی که میخوان تماس بگیرن با برنامه میتونن تماس بگیرن، اما به شرط اینکه در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنن و همچنین بینندگان از اون گیرنده و تلویزیونشون فاصله بگیرن و صدا ما را از اون تلفنی که تماس میگیرن داشته باشن، زیرا صدا و تصویر با ارسال تاخیر میشه. اگر از تلویزیون بشنون باید منتظر ثانیه هایی بمونن تا صدای ما را از طریق تلویزیون دریافت کنن. خب جناب استاد، اگر با بینندگان هم صدای گرم بینندگان رو هم داشته باشیم که ببینیم بینندگان عزیز چه شیعه چه سنی و چه مشترک، حالا به تعبیر یک بنده خدا سنیان اثنا عشری، ببینید چی میگن.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. من یک سوالی از مولوی داشتم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. قرآن در سوره عنکبوت آیه 49 می‌فرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دیگه ما این آیات رو در سینه اوتوا العلم، کسانی که به خودمون بهش علم دادیم، قرار دادیم. خب دوست عزیز گوش کنید، یه لحظه دوست عزیز صدا من داشته باشین. شما که میگین اوتوا العلم، شما میتونین همین اوتوا العلم رو با دلیل ثابت کنین که چه کسانی هستن، حداقل دلیلتون مدرک و سند داشته باشه. همین اوتوا العلمی که شما میخواین مطرح کنین، رسول خدا فرمود انا مدینه العلم علی بابا. این گوش کنید، انا مدینه العلم و علی باباها، این جوابش داده شده در کلیپ ها، در تمام شبکه‌های تولیدی، در تمام کتاب‌های حدیث ضعیفه. لطف کنین وقتی میگین اوتوا العلم، علی یکی است، اوتوا العلم جمعه. حداقل برای این حرفتون دلیل منطقی بیارین که بینندگان بهتون نخندن. خب من الان سوال میکنم، قرآن در سوره واقعه میفرماد لا یمسه الا المطهرون و در آیه تعطیل. دوست عزیز یک سوالی داشته باشین. دوست عزیز تخت گاز نرین لطفا. سوالی که دارین اونی که به نظرتون با دلیل و دلیل هم دارین اونو ذکر کنین تا جناب استاد جواب بدن. وقتی نمونده بینندگان از زیادی هم پشت خطن. خب این شما آیه سوره عنکبوت رو برای من نگفتین؟ چشم، حتما جواب خواهیم داد. خب حتما جواب خواهیم داد. خدا نگهدار. خب سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای استاد خیلی تشکر میکنم، واقعا مسائل شما بیان میکنین برای ما شیعیان هم خیلی قابل استفاده و خیلی هم مسائل به شیعه رو یاد میگیریم، هم خیلی بیانگر و خیلی خوب است. خیلی به آقای دهقانی ممنون، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون بابت اینکه براتون مفیده. صحبتی اگر داشتین یا سوالی از جناب استاد بفرمایید. بله، این چیزی که هستش اینه که همینجور که شیعیان حاضر نیستن که توحید رو قبول کنند و همینجور به همین مطالب نمیدونم شرک‌آمیز و اینا عادت کردن، همینجور هم شما اهل سنت حاضر نیستین ولایت رو به هیچ جور قبول کنید. خب دوست عزیز ما دوست عزیز ببخشید، شما میگین همونجور که شیعیان راضی نیستن توحید رو بپذیرن، شما راضی نیستین ولایت رو بپذیرین. خب وقتی شما یک حرفی میگین حداقل باید دلیلتون مستدل باشه، یا دلیلی برای این حرفتون داشته باشین، دلیل قرآنی، دلیلی که از جانب خدا یا رسولش باشه. بله، الان شما خودتون فرمودین که قرآن فرموده انما انت منذر و لکل قوم هاد، رسول خدا فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا. شما اگر در رابطه با قدیر که میخواین مطرح کنیم، این روزها به تعبیر آیات اعظام روزهای قدیریه هست، اگر شما در رابطه با داستان قدیر اگر بریم بخونین که حقایق چی بوده، چه اتفاقاتی رخ داده برای سیدنا علی که از در بحث قضیه یمن و همچنین در راه بازگشت از مکه مکرمه به طرف مدینه چه قضایایی رخ داده، شما دقیقاً این سوال رو هیچ وقت مطرح نمی‌کردین. ظاهرا از قضایا بیخبرین و اون چیزهایی که آخوندا بهتون گفتن همونها رو فقط نشخوار کردین. نه خب همین دلیله که به هیچ جور حاضر نیستین ولایت رو قبول کنین. اگر نه رسول خدا وقتی از نظر عقلی نقلی آیه قرآن بلغ ما انزل الیک، بالاخره اوتوا العلم 12 امام بودن، علی که تنها که ما ازش روایتی نداریم. خب شما اوتوا العلمی که میگین 12 امام بودن، حداقل یک دلیلی بدین بررسی سندی بشه، خودتون بگین این روایتش صحیحن صحیح نیستن، تا چند اندازه ثقه هستن، تا اون وقت ما بدونیم که ها این واقعا اوتوا العلم 12 امام بودن. اگرچه شیعه یک حدیث صحیح هم از تا پیامبر نداره طبق اون تعریفی که شیخ ثانی آورده، شهید ثانی تو کتابش آورده. خب دوست عزیز شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. ممنون از این که تماس گرفتین.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید، سلامت باشین. برنامه های شما نگاه کردم، آقای مولانا عبدالقدوس خیلی حرف‌های عالمانه میزنن. دوست عزیز بیننده گرامی، صداتون واضح نیست، شفاف نیست. لطف کنین دوباره تماس بگیرین تا صداتون رو داشته باشیم. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلام. سلامت باشین، بفرمایید. قربان شما، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمتتون، خدمت مولانا جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. خیلی تشکر میکنم از همگی، از همه شما. بعداً میخواستم اینو بگم که جناب مولانا واقعا درست میگن. ما خیلی خیلی از ایشون و شما و همه همکارانتون خیلی خیلی ممنون هستیم. ممنون شما روی ما را سفید کردید. خدا هم روی شما را سفید کند. همینجوری همیشه زنده باشید، همینجوری پایدار باشید. از اینکه شما دارید حقیقت رو برای همگی دارید بیان میکنید. واقعا یک موضوعی هست من میخواستم بحث کنم اگر اجازه باشه. مختصر لطف کنین دوست عزیز. بله. من میخواستم حالا چون نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم، عذر میخوام. یه سوال داشتم از جناب مولانا عبدالقدوس. بفرمایید سوالتون دوست عزیز مطرح کنین. ما به جای اینکه بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میتونیم بگیم اعوذ بالله من علی خامنه‌ای الرجیم؟ این سوال مربوط میشه به برنامه فقهی، اما باز هم چون که زحمت کشین تماس گرفتین، امید است که ان شاءالله جناب من یه سوال دیگه هم داشتم خدمت برادران شیعه. چرا ما 1400 ساله ما به طبق اصول دین و اصول شریعت اسلام که پیامبر برای ما گفته ما نماز جماعت داریم، خطبه داریم، ولی شیعیان از زمانی که خمینی اومده نماز جماعت و خطبه دارن. دوست از این سوالات زیادی که همونطور که شما هم سوال داریم، ما هم و خیلی بینندگان سنی که هیچ حتی خود شیعیانی که خودشونو پیرو اهل بیت به قول خودشون مینامن، اونها هم سوالاتی دارن از این شیوخ و مشایخ و علماشون که هنوز به اون پاسخ نرسیدن. اینو لطف کنین به یک از شبکه‌های شیعه زنگ بزنین که شاید پاسخ شما رو بدن، شاید هم مثل همیشه. درسته. خیلی عذر میخوام. بعداً کسی که میمیرد شیطان اونو دوست عزیز دیگه دست برمیده. دوست عزیز ببخشین، سوالهای فقهی که داریم میتونین روزهای دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین، چه از طریق تماس چه از بفرمایید دوست عزیز. ببخشین خیلی طولانی شد، سوالاتون اکثرا فقهیه. خیلی مختصره. بفرمایید. خیلی مختصره. کسی که میمیره همونجوری که خودتونم مطلع هستید، اگر هستید میدونید، از همه ما هم بهتر میدونید. کسی که میمیره شیطان اونو ول میکنه دیگه، شیطان اونو ول میکنه. چرا شیعیان حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه که 1500 سال مرده، اما حضرت ابوبکر حضرت عمر مردن، چرا اونها ولش نمیکنن؟ یعنی اینها از شیطان هم سبقت گرفتن که دارن توهین میکنن. کسی که میمیرد شیطان اونو ول میکنه دیگه، باش کار نداره. ببین اینها از شیطان هم سبقت گرفتن که توهین میکنن. ببین شیطان کسی که دیگه ولش میکنه. ببین اینها بازم توهین میکنن به ام المؤمنین حضرت عایشه. خدا انشاءالله شما را زنده نگه دارد. ممنون. خدا شما را پایدار نگه دارد. همچنین شما را. رحمت خدا بر شما و امواتتون، بر رفتگانتون انشاءالله که همیشه پایدار باشید. دست شما در نکنه. خیلی جزاکم الله خیر. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. شبتون بخیر. سلامت باشین، شب شما هم بخیر. ببخشید ما اصفهان که هستیم الان شبه، نمیدونم ولی اونجا شما برنامه می‌فرمایید. خب شب شما هم بخیر که اصفهان هستین. بله. معذرتون عرض کنم که در پیرامون برنامه اون چیزی که به نظرم رسید، پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام و اون چیزی که ایشون می‌فرمودن که چرا
فقط میگن در اثنای ایشون و بقیه ائمه مثلا تعلل کردن. خب ببینید شما، من سوال میکنم از کارشناس محترم جناب مولانا که حضرت خاتم الانبیا در ابتدای رسالتشون نحوه تبلیغ و انذارشون وقتی که در مکه مکرمه به نبوت مبعوث شدن 2 سال اول با 3-4 سال بعدش خب فرق میاره به زمان ضرورت زمان. اون وقت دوست عزیز ببخشید شما دارین بعض این که دین تکمیل شده، خدا گفت الیوم اکملت لکم دینکم رو قیاس میکنین بر زمانی که خیلی از احکام و مسائل اصلا نازل نشده بود. دوران مکی دوران فقط توحیدی پیامبره، دوران مدینه که 10 سال در مدینه بودن دورانی است که احکام نازل شد. شما چرا یک قیاس ملفارقه میکنین؟ دوست عزیز حداقل یک حرفی بگین که در نحوه اجرا میگم اون چیزی که رسول الله بر اون مأمور نحوه اجرا هم دقیقاً مربوط میشه به همون احکامی که نازل شده. دین درست، ولی آیا اون چیزی که در ابتدای اما باز من سوال ازتون دارم دوست عزیز. بفرمایید. درست، حالا چرا شما میخواین قیاس بکنین به نحوه اجرای پیامبر که در زمان مکه بود؟ خب مشرکینی که پیامبری که صلی الله علیه و در مکه خیلی طرفداران کمی داشت، حکومتی نداشت، اصلا زور و بازوی چندانی نداشت و دوران اول بعثتش یا بگیم اول دعوت پیامبر صلی الله علیه و کلا مخفیانه بود. پیامبر وقتی که دعوتش آشکار شد از هیچ گونه تلاشی دریغ نکرد، حتی گفتن بهت زن میدیم، بهترین پست رو بدیم، پیامبر همه رو کنار گذاشت ولی دعوتش رو ول نکرد، علنی دعوت میداد به طرف خدا و به طرف توحید. اما چرا امامان شیعه 99 که هیچ 100% تقیه کردن تا آخر و آخری هم که رفت؟ حالا امام جعفر حداقل اندازه پیامبر که حالا بگیم 5% 10% پیامبر اعلان دعوت کردن دعوت میدن، چرا امام جعفر صادق حداقل میتونستن بگن حق منه، چرا حق منو نمیدین؟ حداقل همین قدر که میتونستن بگن، حالا جنگ و خونریزی به پا نمیکردن. خب همین استدلالی که شما برای رسول الله کردید من هم همین رو میخوام بهت همین استدلال کنم. خب چرا امام جعفر صادق حداقل کوچکترین عکس العملی در مقابل حکومت وقت انجام ندادن؟ چرا حداقل اعتراض نکردن؟ ببینید در زمان امام باقر که در زمان سقوط بنی امیه بود تا زمانی که بنی العباس داشتن میافتن چیزی در این تبادل شد، این زمان که امام باقر علیه السلام اواخر عمر حضرت بود و اوائل آغاز امامت و دعوت حضرت باقر صادق، در این مدت که دولت بنی امیه ساقط شده بود، دولت بنی العباس حاضرش میاد کاری یه فضای آماده شد که امام صادق بهتر از امام باقر بتونن ادای رسالت بکنن. اصلا دوست عزیز ببخشید، شما میگن امام صادق ادای رسالت بهتر شد که میتونستن ادای رسالت کنن و طوری که جناب استاد گفتن ولایت به معنی در دست گرفتن زمام حکومت و همچنین مسائل شرعی، که حالا مسائل شرعی رو ما میذاریم که امام صادق بیان کردن اگرچه خیلی دروغ ها به ایشون نسبت دادن، اما یک قسمتی از امور شرعی یک قسمتی از حکومت یا بگیم از ولایت و امامت ائمه هست. حکومت داری و نظام و سیاست اونها چی؟ چرا حداقل کوچکترین اعتراضی به حکومت وقت نکردن یا به همون طرفدارانشون نگفتن به حساب پاشین جنگ کنین، حداقل یک تظاهراتی چیز راه بندازن که یا حاکم متوجه بشه یا حداقل برای آیندگان که ماها باشیم یه دلیل باشه. برای این قسمی که حضرت عالی اشاره می‌فرمایید مأمور نبودن که مردم رو دعوت کنن برای ایجاد تظاهرات و اعتراض بر دولت زمان. جناب استاد با توجه به اینکه وقت مظاهره رو به پایان هست، دقیقاً 2 دقیقه دیگه مونده. من در مورد این مطلبی که دوست عزیز میفرمایند و این مقایسه من ان شاء الله مطالب رو خدمت شما عرض خواهم کرد. سوالتون حتما پاسخ خواهند داد. حتما این خداحافظتون، خیلی ممنون. فقط خب جناب استاد فکر کنم 2 دقیقه وقت نمونده که ما تماس بگیریم و از بینندگان عزیزم معذرت میخوام که بعضی ها واقعا من از همین آخر این بیننده عزیزمون لطف کردند و این مطلب رو یعنی تشابه دادند، این دعوت امام جعفر صادق و ایشون فرمودند که قبلا زمینه فراهم نبوده مانند زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که زمینه فراهم نبوده که ایشون برای همه مردم در واقع ابلاغ بکنن. اول اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ابلاغ که موفق بودند ابلاغ کردند شریعت رو، بعدن که اعلام
شد که انذار عمومی باشه، دعوت در واقع جهری و آشکار بوده. رسول الله صلی الله علیه و بدون هیچ خوف و هراسی در واقع این دعوت رو تبلیغ کردن، تمام زحمت ها و تمام مصیبت ها و اهانت ها و تمسخرها رو به جان خریدند که این قابل مقایسه با ائمه شیعه در واقع نیست. مطلب دیگری که در اینجا قابل توجه هست، روایتی من از اصول کافی خوندم که قبل از امام باقر حتی شیعیان حلال و حرام خودشون نمیفهمیدن. ما نمیگیم که چرا امام باقر، چرا امام صادق بقیه سنی ها رو، ناصبی ها رو و خوارجی ها رو نوار شیعه نکرد. یک بحث جداگانه هست. چرا خود شیعیان، حداقل همون کسانی که شیعه بودن، پیروان خود ائمه بودن، تا قبل از امام باقر احکام خودشون نمیفهمیدن؟ حداقل وظیفه امام زمان این بوده که حضرت علی باشه، حسن حسین باشه، این بوده که برای شیعیان خودشون این احکام رو بیان میکردن که در واقع بیان نکردن. و این یک مطلبی که درباره این. و مطلب دیگری که این همه میگن که فقط امام جعفر صادق رحمت الله علیه معارف رو بیان کرده. بالفرض که امام جعفر صادق آمنا و سالمنا، بقیه بیان نکردند و امام صادق بیان کرده. مگر شیعه معتقد نیست که هر علمی که از غیر طریق معصوم به ما برسد اون در واقع معتبر نیست؟ افتخار شیعه این هست که میگویند که ما مفتخریم که دین خود را از معصومین گرفتیم. درست. از تمام روایات راویانی که دارند، از قدیمی ترین کتابشون آقای مثلا که خود کتاب کلینی باشه، نگاه بکنید ایشون تا جعفر صادق میرسن چند تا روایت داره، 5-6 راوی در این وسط وجود داره، با وجودی که ایشون در زمان غیبت صغرا بودن. اگر شما واقعا علم رو از مسیر قانونیش میخواهید دریافت بکنید، باید روایات شما از امام 12، امام 12 از 11 از 10 از 9 تا امام اول تا رسول الله صلی الله علیه و از این طریق باشه. این می شود حدیث معتبر که از طریق معصوم به شما رسیده باشه که فعلا چنین روایتی، حتی یک روایت چنین روایتی نیست که با سند کامل یعنی مشخص باشه که امام 12 از امام 11 از پدرش و از آبایش به یکی نقل کرده باشند. حرف ما این است، تفاوتی که فعلا در میان شیعه و سنی الان وجودی نداره. اگر شیعه واقعا امروز از این راویان غیر معصوم عقیده خودشون میگیرن، الان برگشتن یکی شدن با همون سنی هایی که راویان در واقع غیر معصوم هستند. این یک مطلب. و مطلب دیگری که قابل بیننده دومی که گفته بودن چرا شما ولایت علی رو قبول نمی کنید، که والله بالله ما ولایت علی رو قبول کردیم، ما دوستی علی رو جز دوستی خودمون میدونیم، اما شما بیاید همین جمله که من کنت مولا فعلی مولا، اینو بیاید برای ما ترجمه فارسی بکنید. چرا هر جایی که نوشتند اینو در پلاکارد ها و در برنامه ها فقط همون جمله عربیش می نویسن؟ بیاید این جمله رو برای ما ترجمه بکنید، ترجمه صحیح و سلیسش برای ما چی هست. ما واقعا بر همین مقتضای این معتقد هستیم و علی رضی الله تعالی مولای ما هست و ما دوست داریم علی رو، و هر کسی که علی رضی الله تعالی رو دوست نداشته باشه ما اون در واقع سنی نمیدونیم. و آیه‌ای که بیننده اولمون اشاره کردند که لا یمسو الا المطهرون، حتما باید مطهرون این قرآن رو دست بزنن، این به ضرر شما هست. اگر قرار باشه قرآن رو مطهرون فقط اهل بیت هستن و قرآن رو غیر از مطهرون کسی دیگر دست نوازه، پس من و شما و تمام شیعیان دیگه الان مجاز نیستیم که قرآن رو دست بزنیم، یا قرآن رو در واقع و همچنین قرآن این که رسیده فقط باید از مطهرون اینو دست بزنن و غیر از این باید از طریق مطهرون به ما برسه که شیعه امروزه حتی یک سندی که همش مطهرون باشن، یعنی از امام 12 تا امام اول تا رسول الله قرآن رو نقل کرده باشن، چون این سندی متاسفانه وجود نداره. در زمان بعد وفات پیامبر سیدنا علی جمع آوری کرد و به نسل داد، فعلا دست امام زمان آخر میاره. ان شاء الله خدا هم که به دل امام زمان بندازه که این همه شیعه رو منتظر نکنن، حداقل اگر خودشون نمیاد این قرآن رو بفرستن برای هیچ بدبخت، حداقل فاکس کنه، ایمیل کنه. خب جناب استاد وقت به پایان رسید، 1-2 دقیقه هم رد شده از دوستان از که واقعا زحمت کشیدن. ممنونم. اگه کلام پایانی دارین در این رابطه و همچنین به بینندگان اگه صحبت دارن برای بینندگان بفرمایید که برنامه رو. من فقط یعنی همیشه تاکید من بر این بوده که ما بدون از افراط و تفرید مباحثی که ما ذکر میکنیم میبینیم که با یعنی احترام کامل هلی رو که ما علامه هلی و علامه مجلسی با تمام احترامی که هست ما یاد میکنیم و مطالبی که ما هم خدمت شما عرض میکنیم مطالبی هست بدون از افراط و بدون تفرید. این یک تلنگری باشد، یک دعوتی باشد برای اون کسانی که در زندگانی خودشون بدون افراط و تفرید و بدون از این که به خرافات و افسانه‌هاتی که داشته باشند میخواهند که واقعیت و حقیقت دین را در واقع دریافت بکنند. ممنون و سپاس از جناب استاد و همچنین بینندگان عزیز و دوستان عزیز در اتاق فرمان که زحمت کشیدن تا این وقت و برنامه رو اداره کردن.
ببینندگان عزیزم که خداوند در آیات قرآن گفته که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، امیدوارم که ما هم جزء این کسان باشیم که قول رو میشنویم و بهترینش رو میگیریم و اون عمل میکنیم. و امیدوارم که بینندگان شیعه هم که چه از این شبکه و از شبکه‌های دیگه توحیدی میشنون دنبال حقیقت برن، تحقیق کنن و اون چیزی که واقعیت داره اونو بپذیرن. همه شما عزیزان را و همچنین جناب استاد را تا هفته دیگر و برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و یاورتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون جناب استاد.